اعلام کتا اشیا ما با صراحت تمام اعلام کنه که مولانا عبدالحمید و تمام علمای حقانی به منزله خط قرمز اهل سنت هست. هر کس لوٹی از این خط قرمز عبور بکن ابتدا باید تمامی اهل سنت ها بکشید و تارا کو آیام بگیرید نیم با تارا به مولانا عبدالحمید برسید تا سرباز و منطقه جزام و سرکوب و زردگوه و توغان تمام معتقدین و ریشسپیدان و جوانان تمام آیا خودجوش پادات کیا و مروچی دار دیا که حضرت شیخ الاسلام حفظه الله سلام علیه که هم میکنم اوتی هم مسیحا و ایران حمایتا که حضرت شیخ الاسلام حفظه الله بکنم. جناب شیخ الاسلام میں همراهان تمام عزیز و بزرگوارم مخصوصا حاجی خداوند صاحب که با این سن سالی که هستید او در توانایی نیست که مسجد برای نماز برو ولی محبتی که شما هستید و احساس دینی که هستید آوازان که در تشریف آتا و دیگه هم ریشسپیدان بسیاری هستند که ما همراهان از منطقه سرباز و کوهان و ججان و زردگو تمام مناطقی که می آم مکنام الله الحمدلله همراه هم که در خدمت شما آتگیگم تو و الله جل شانو آیان جزا خیر بدا جوانان بسیار یک جمعیت سنگین و بزرگ خدمت شما حاضر بیدگم و هر چیزی که شما دستور بفرمایید آیا از ته قلب و مخلصانه حاضرند. تکبیر را مشخص کنند، صفشان را مشخص کنند، در کنار مردم زاهدانند یا علیه مردم زاهدانند. هر کسی که در هر جلسه‌ای شرکت کند مادامی که خون ما گرفته نشده، هر کسی که در هر جلسه‌ای شرکت کرد او خائن به جوانان زاهدان است. بیعتمان را بیعت با مرگمان را با حضرت شیخ ما اهل سنت ایران با خونمان حمایتت را امضا خواهیم کرد. اگر خاری به پایش رود از ساقه آتششان خواهیم زد. اگر قصدی به جانش شود از ریشه نابودشان خواهیم کرد. اینایی که اینجا نشستن ما واسه بچه‌مون خداحافظی کردیم، گفتیم جان میدیم برای الله، برای ادای کلمت الله، برای حیات الله أكبر لا تهاب الحاقدين إن في التكبير نصر هذا درب الصالحين كبروا الله أكبر لا تهاب الحاقدين و در پایان تمامی ما مردم راست و سرباز زمین بیعتمان را بیعت با مرگمان را با حضرت شیخ الاسلام و آخر دعوانا ان الحمد لله. ای رهبران ایران، ای اونایی که در راست هستن، اونایی که امروز کلید ایران در دستشه، به حد ندی بکش. من دو کلمه میگم، بخور ای رهبران ایران، بنوشی، بخوابی، بکشی، بله رو بر خدا کن از این کاران زشت، آدم کشی، بدکاری خود را رها کن. روز قیامت در روز حساب و داد خدا جناب قسمدار میگی گروهک ها بودم تو کدوم رای گرفتی؟ آیا افسوس از ایران بلوچستان،
رهبر ما را مولوی عبدالحمید تعدیل کنی و روز جمعه روزیه که ایران را فتح کردن عربا اسلام فتحش کرده همون روزه فکرتون بکنید کوچکترین ضرری به رهبر ما برسه رهبر تمام تسلطان ایرانه روز بدیه بعدا ما شما یک برادری نمی کنیم الکی گفتم به شما برادری ما همینجا تمومه سخن بد گفتی برادر ما تو سیاسی هیچ وقت این لغت بیرون نمی کنه روز جمعه و بلبسته و بلوچستان ها جوان های بلوچ از چابهار گرفته تا کجا که بلوچستان شرقی و غربی جون شده دیدن حساب و دام شده رادر من همون شخصم که مجسمه شهر آوردم من و اهل ساعت زنجانی من همون شخصم که اولین نفری در بلوچستان رادیو و تلویزیون من اعلامیه کردم که این نهضت پیروز میشه من همون شخصم که 25 شهریور من گفته این نهضت پیروز 50 سوار من خواهد جوابش رو دادم حساب کن حساب اینایی که اینجا نشستن ما واسه بچه‌مون خداحافظی کردیم گفتیم جان میدیم برای الله برای الهی کلمت الله برای حیات الله أكبر لا تهاب الحاقدين إن في التكبير نصر هذا درب الصالحين كبروا الله أكبر لا تهاب الحاقدين لبه پرتگاه است یعنی یه تکون دیگه بخوره جمهوری اسلامی از بین رفته است ساقط شده است